قبل از دوران مهدی موعود آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. والله لتمحصن والله لتغربلن. به شدت فشار داده میشید، امتحان میشید. قبل از ظهور مهدی موعود انسانهای پاک امتحان میشوند، در کوره های آزمایش وارد میشوند و سربلند بیرون میآیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود ارواح نافداه روز به روز نزدیکتر می شود.